روشنفکرانی که سالهای گذشته تا 2006 در همراه استاد نوری بودند، اون روشنفکران هنوز هم همراه مبارزین هستند، همراه نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه پیمان ملی تاجیکستان. بله، در همون سالها هنوز از سالهای اول مبارزه بعضی از کسانی که با هر غرض و مقصد آمدند با نهضت، با نیروهای مبارز پیوسته بودند، یکی پس دیگر رفتند از پهلوی نهضت، از مثل شادمان یوسف برای مثال، و اول آمد چند تا شعاری ضد روسا هم در دوشنبه صدا داد، دردسر رو برای ملت و مردم ایجاد کرد. بعد یک سال دو سال همراهی با مبارزین، با اینات، اونم کنار رفت و این روند ادامه داشت. اما شخصیت های مثل مرحوم عطاخان لطیفی، حبیب سنگینوف، عبدالنبی ستارزاده، طاهر عبدالجبار و ده ها، اسدالدین صاحب نظرов، دولت